ژاپن بعد از بم اتم قسم میکنن که 8 ساعت که به دولت کار میکردن، نانشان هم خوراکشان هم برنج جوشانده بود که تا بال ما تو برنج جوشانده نخوردیم، روغن داشته همیشه که از لقمای ما روغن میچکه. ملت روغن زردخور استه. برنج جوشانده ساعت 4 رخصتی میشد، میگفت حالی ما 2 ساعت 3 ساعت دیگه اضافه کاری برای دولت خود رایگان کار میکنیم تا بال خود مقابل ماش کار کردیم، حالی میخوایم همه تو خدمت کنیم برای وطن خود. اما ملت قهرمان ما چی میکنه؟ اول ناوقت سر وظیفه میره، اونجا نیم ساعت قطارا استاد است تا لباسای خود تنظیم کنه، یک گلاس چای بخوره، 12 بجه ناشده قطار همونجا استاد باشه، این وقت نان و نماز است. ای که نان نمازش چی رقم صورت تا ساعت 1:30 پس یادم به حال نمیه و منتظر است همی 3:30 شب از دفترم فرار کنه. ای که سرعت کار ما چقدر، فعالیت ما چقدر، دیگه خودتان تصور کنید. بر علاوه که اضافه کاری نمیکنیم، از وقت کارم کم میکنیم. کار موثر ادارات ما چقدر است خودتان یک تصورش کنید. برین به یک اداره کارتان بند است، حتما تجربه دارید چقدر به یک ورقی که در یک روز میتونه خلاص شود چقدر شما باید بدهید. عزیز دل من، هنوز عکسایشان است وقتی طرف خانه میرن در قطار خوابشان برده است، بس خسته شدن و امروز کشورشان گپ اول در دنیا میزنن. امروز عزتشان لیلام نیست از مجبوری به کشورهای دیگه. اما ملت قهرمان ما، من نمیفهم چی را باید قهرمانی بگویم. برادر کشی را کل تاریخ قهرمان ملت که بخوانی، برادر سر پادشاهی چشم برادر کشیده، دست یا چالها انداخته، هم دیگر کشتن. غیر تاریخ خونینه که به دست هم دیگر رقم خورده، شما بگوین قهرمانی و مجاهدت ما را. برادری را که میشه همراهش بشینیم مقابل تفاهم کنیم، فتوای کفر یکی به دیگه خود زده میریم از بین میبریم. فیسبوک ها را باز کنیم، علمای دینی که سخنش نور میباره میبینی بروی شکل زدن، این کافر شده. هیچ نیاز به او خارجی نیست دیگه بیه، خود این ملت قهرمانی که به جان دیگه افتیده. دین میگه کسی کلمه خوان مسلمان است. ما نه، ما از دین که بالاتر میفهمیم، از غیب میفهمیم. او بدر غیب کس غیر خدا از دل کس آگاه نیست. نه، این ملت آگاست. هر کس سر بالا کرد سرش به بدنش میارزید، او سر باید قطع شود. ندارین در تاریخ خود. این تاریخ دور هم نیست که تو تاریخ غلام محمد غبار بخونی، پیش چشم موت تیر میشه. هر کس میبینی آدم خوب باشه باید کشته شود، اخطار داده شود.